شنیدم که مرد ثروتمندی آنقدر خسیس بود و در خساست شهره که همانند حاتم طایی که در کرم و بخشش معروف بود، این مرد به خساست شهرت داشت. او به بخل معروف بود، ظاهری آراسته به مال دنیا داشت ولی در باطن گداصفت بود. آنقدر این مرد خسیس بود که حتی به قیمت جانش حاضر نبود مالش را از دست بدهد و نه گربه بوهیرره و نه سگ اصحاب کهف را هم غذا نمیداد، چه برسد به افراد فقیر و نیازمند. هیچ کس در خانه او را به روی مهمان باز ندیده بود و سفره او را پهن ندیده بود و هیچ فقیری حتی بوی غذای خانه اش را استشمام نکرده بود و سفره اش ریز غذایی نداشت که پرندگان از آن بخورند. روزی تصمیم گرفت از طریق دریای مغرب به مصر برود. در سفر دریایی او باد مخالف وزید و دریا را متلاطم کرد و کشتیش در حال غرق شدن بود. آن مرد دست به دعا شد و فریاد می‌زد: خدایا مرا نجات بده. دستانی که هیچگاه بخشش نمی کنند و فقط زمان درخواست کمک به آسمان بلند می شود، هنگام ارتباط با خدا نمی توانند گره از مشکل و نیاز انسان بگشایند. اگر با سکه های زر و سیم، طلا و نقره خود موجب آسودگی خاطر و رفع مشکل کسی شوی، پس از مرگ در دنیای باقی به جبران هر درم سیم یا زر، خشتی آجر سیم یا زر به تو خواهند داد و پاداش کار نیک تو چند برابر می شود. طوفان کشتی را غرق کرد. میگویند مرد خسیس مرد و دارایی او به خویشاوندان فقیر و مستمندش که در مصر بودند به ارث رسید. با دارایی او همه آنها ثروتمند شدند و لباسهای فاخر و گرانبها پوشیدند. یک هفته بعد یکی از خویشاوندان او را دیدم که بر اسبی تیزرو سوار است و غلامش به دنبال او می‌دود. حتی اگر مرد ثروتمند خسیس زنده میشد، خویشاوندانش حاضر نبودند این ثروت را به او بازگردانند. آن سوار را میشناختم و به خاطر سابقه آشنایی که بین من و آن سوار بود، آستین او را گرفتم و به او گفتم: ای مرد ارجمند، این ثروتان نوش جانت، زیرا صاحب بدبختش فقط در فکر جمع کردن این مال بود و نتوانست خود آن را بخورد.